بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله تکبیر تکبیر. از تمام حاضرین خواهشمندیم از احساسات خود کار نگیریم. احساساتان را کنترل بکنید، متوجه باشید. نظم و ضبط محفل و جلسه را مراعات بکنید. تکبیر. الله اکبر. مرگ بر اسرائیل. مرگ بر همکاران اسرائیل.